به نام خدا. امروز 20 اردیبهشت ماه 1402 رقم VS 4110 گلخانه آقای احمد هدابند یوسف رضا پیشوا. میخوایم که آقای هدابند یه دیتای از این خیار به ما بده. آقا محبت کنیم بفرمایید که تاریخ کشتتون کی بوده؟ به تاریخ انتقال نشا، ما نشا انتقال دادیم به این گلخونه 10 فروردین. درسته؟ بله. ازم بزرگتون که 10 فروردین الان 20 اردیبهشت. خب چی در حدود تقریبا 50 روز میشه دیگه. بله. طریق کشتش میگذره. و چین چندم هستی؟ چین 8 ما چیندیم، یعنی خب. دقیقاً 23 روز از تاریخ نشا گذشته بود ما چین اولو، یعنی 15 روزم اگر ما خزانه رو حساب کنیم 38 روزه. آره، 38 شما اولین برداشت رو داشتید. آره. خب عملکردش چطور بوده؟ عملکردش هم که خب در این رو بوته میبینید دیگه، همینجوری خودتون ملاحظه فرمایید. بسیار عالی. ببین تمام بوته بند به بندش بار داره، بار با کیفیت. حالا من یه مقدارش هم اینجا جلوی دوربین گفتم که شما ببینید، هم دوم بشه ببینید چقدر با کیفیته. گلش تازه رو میوه و میوه هم که آره میوه اصلا میوه با کیفیت. این میوه رفته تو بازار همه میگفتن خیار ناگینه، گفتم نه این 4110 VS 4110 درست. آره خیلی با کیفیته. کیلو 2-3 هزار تومان هم تو میدون داره بالاتر از رقم‌های دیگه میره. درست. خیلی عالیه. و اینم بعد آقا در مورد سخت میوهش هم یه توضیح بدین. به سخت میوه اصلا نداشته. ببین از پایین شما بوته اگر اینجا این فیلمو بگیرین، از پایین اگر شما فیلم بگیری بند به بندش میوهش رسونده، هیچ رد نکرده. ببین الان هم رسیده به اینجا، همینجوری ببین به ترتیب داره میوه رو بله اینجا یعنی به صورت پله‌ای بارشو داره میده. بعد جالب اینجاست که مثلا توی یه بند اگر 3 تا گل داره 4 تا گل داره، یه گلشو شما مثلا یه میوهشو الان رسیده میچینی، تو به مثلا 2 روز دیگه میبینی میوه بعدی هم دوباره شروع میکنه به رشد کردن. یعنی سختش نمیکنه. آره اصلا سخت نمیکنه به هیچ عنوان. خب ممنون از لطف شما آقا. هوا خیلی گرمه توی گلخونه دیگه، بیشتر از این وقتتون نمیگیریم. ممنون. اما توصیه میکنین دوستان بکارن این خیار رو؟ 100%. ببین دیگه الان یه سری رقمایی که الان توی بازار دیگه چندین ساله که مردم دارن میکارن و ارزم به حضورتون دیگه اینا به نظر من دیگه منسوخ شده. آره. خب مردم باید رو بیارن به بذرهای نسل 3. واقعا باید رو بیارن به بذرهای نسل 3 و نتیجهش هم ببینن. چون ببین با این هزینه‌های کشاورزی باید شما توناژ خیلی بالایی داشته باشید تا بتونید جوابگو بشید. بله. وگرنه شما بیاد هر رقمی رو بکار، گلخونت فقط سبزه، خیلی هم خوشگله، روز به روز هم میای نگاه میکنی لذت میبری، ولی توناژ بار نداری. خروجی کمه. واقعا هم کمه. ولی ما الحمدلله خروجی خیلی خوبی داشتیم توی هشین. ما راضی هستیم، کارگرای ما هم راضی ان، یعنی لذت میبره. هر کسی تو این گلخونه کار میکنه واقعا لذت میبره. خدا رو سر زحمتش. آقا بازم ممنون. وقتتون نمیگیریم. تشکر. خدا نگهدارتون.